آیا انگیزه وجود داره یا نه؟ اگر وجود داره پس چرا یک سری افراد میگن که ما به انگیزه نیاز نداریم و به دیسیپلین نیاز داریم؟ یا خودمون وقتی که میریم توی مسیر میبینیم انگیزه‌مون روزهای اول خیلی زیاد بود و الان خیلی کمتر شده. خیلی جا هم دیدیم که انگیزه رو دارن میکوبنش، چون فکر و باور ما نسبت به انگیزه در کل اشتباهه. انگیزه یه نعمت بزرگه، ولی فقط یه موتور محرک هست، یعنی موتور تو رو روشن میکنه. پس این که ما میگیم در توی مسیر نیاز به انگیزه داریم و انگیزه بده، اصلا اینطوری نیست. ما انگیزه رو فقط میتونیم در شروع مسیرمون به کار ببریم. برای همینه که تا یه حرفی میشنوی، یه کتاب میخونی، یه چیزی میبینی، یه اتفاق میفته، 2 روز 3 روز حالت خوبه، بعدش بیخیالش میشی. کار انگیزه دقیقاً همینه و بعدش باید به روی نظم، دیسیپلین و به غیر از اون روی معنا باید کار کنی، روی باورهای درستت کار کنی، روی اینکه چقدر اراده میتونی داشته باشی هم باید کار بشه. ما نمیتونیم فقط بگیم یک عامل دخیله. مثل اون فردی میمونه که یک کتاب خونده باشه و خواسته باشه تمام دنیا رو با همون یه دونه کتاب، یه دونه حرف، یه دونه باور بسنجه. کاملا غلطه. پس اگر دیدی میگن انگیزه بده، دیسیپلین خوبه یا هر مورد دیگه، سریع باور نکن. همشون در جایگاه خودشون درست هستن.